نصف پفکتو خوردی، بقیه‌شو میخوای بعداً بخوری. من که نمیتونم بقیه‌شو بعداً بخورم، میخوام همه‌شو الان بخورم. نه وای چرا؟ یه دونه پیچ. اینم از پیچ، اینم از پلاک. دیگه چی؟ پلاکو میذاریم روی فند میپیچیم. پلاگو میچسبونیم روی فندک اینجوری. پیچو توش چرخونی. پیچ رو توش میچرخونی. کفایته. به فندک روشن میذاریم تا پیچ گرم شه. روشن میکنیم تا گرم بشه. فکر کنم کفایته. حالا پفکو میاری، انتهاشو به پفک میزنی. انتهاشو به پفک میزنیم. کفایت. فکر کنم دیگه کفایته. و با این روش به راحتی پفکتو بسته بندی کن. دوباره پفک بخور. همونطور که میبینید بچه‌ها من تمام تلاش کردم ولی نشد، همش ریخت. ولی هنوزم خوشمزه است. از بچه‌ها این روش خوبی واسه پلم کردنش نیست. جواب نداد.